چند برادرها، من در یک مکتوب جواب اینها را پس میگردانم، چند برادرها از ما خواهش کردند که در باب نفرهایی که 2 زنه هستند 3 زنه هستند، در باب همینها در اطراف اینها کمی صحبت کن، زیرا بسیاری از برادرهای هستند که امروز صاحب 2 زن 3 زن میشوند، زن اولی که همراه او بود و یا دیگر فراموش میکنند، با او دیگر هیچ توجه ندارند و یا دیگر با او محبت ندارند. برادرای عزیز، خداوند در قرآن به همه ما و شما بندگانش گوشزد میکند در سوره نساء آیت 2: فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. الله امر میکند که هر یک مرد اینجا هر یک مرد همون مردهایی که شرایط داشته باشند، مردهایی که شرایط دارند، الله به اونها میگوید میتوانید که 2 زن 3 زن 4 زن در نکاح خود درآورید. این شاید این صحبتی مرا اگر مبادا یگان خواهر و یگان زن شنود، شاید دلی او درمند شود که این گویم یک بی حرمتی نسبت زنها می شده باشد، لیکن تمام خواهران و تمام مردمی که این صحبت می شنود، شما یقین دانید که سیرزنگی پیش از اسلام هم وجود داشت، فقط حد نداشت، بلکه در وقتی این سحر من یک تفسیر خواندم، بعضی از شخصانی بودن تا 100 زن داشته‌اند، 13 زن 50 زن 40 زن می گرفته‌اند. این یک مهربانی پروردگار است که حقوق زنها را برای پایمال نشدنشان، حق زنها را برای بلان برداشتنشان برای مردها چیکار کرد؟ از 4 زن دیگر زیاد اجازت نداد. زیرا وقت زن اگر 10 تا شد 20 تا شد 40 تا شد، اونا دیگر چی است؟ اونا را دیگر هم یک بار مرد استفاده میبرد و دیگر به اونا توجه ندارد. از این خاطر این رحمت پروردگار است که برای مردها تا 4 زن در قرآنش چی گفت؟ حلال گردانید. حتی زنها هم قدر و قیمتشان از زمانی که اسلام پیدا شد از همون زمان دیراب کردند. این آیات های قرآن چی سوره نساء چی سوره نحل برای ما و شما بیان میکند. خداوند در سوره نساء میگوید ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم الا ما قد سلف انه كان فاحشه و مقتا و ساء سبیلا. این آیت دلالت میکند که زنها پیش از اسلام قدری نداشتند. خدا میگوید شما ای بندگان من، ای مردها، آن زنهایی را که پدرهای شما گرفتند شما آنها را دیگر نکاح نکنید. چگونه ای که مردم پیشین مادرهای خود نکاح میکردند. این را الله در قرآن گفته ایستاده است که وقتی مرد زن میگرفت، یعنی وقتی که گویم مادری او را وقتی پدرش سر کی میداد، فرزندش را نکاح کردن میگرفت. این یک قانونهای وحشیانه وجود داشت. یا اینکه سوره نحل اگر ما و شما نظر کنیم و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتورى من القوم من سوء ما بشر به ان يمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ما ساء يحكمون. پروردگار چی میگوید؟ الا ساء ما يحكمون. هر وقتایی که اگر با یکی از شما تولد دختره که خبر میدادند ظل وجهه مسودا، چهره وی سیاه میشد، غمگین میشد. چگونه این که امروز بعضی از جوانای ما و شما با آمدن دخترم که غمگین میشوند، زمانهای پیش از اسلام در میگه غمگین میشدند. این پدر چی حکم میکرد؟ یا اینکه زنده به زنده او را برده گور کند، یا اینکه او را با این عار و با این بیناموسی چیکار کند؟ پرورش کند. حضرت قیس ابن عاصم صاحب تفسیر ابن کثیر میگوید 13 دختر خدا به دستش میگوید زیر خاک کردگی است. صاحب کتاب باز میگوید حضرت دحیه کلبی 70 دختر خدا در زیر خاک کردگی است. اینا همش
موضوعی بودن که قدر زن بعد اسلام پیدا شد. از این خاطر 4 زن در امر کردن پروردگار این به حرمتی نسبت زنها نیست. این حکمت هم دارد. بینن امروز حتی که حساب عماری قطعی، همین حسابایی که در تاجیکستان ما میکنن، میگوین 60% مرد است و 40% زن است. تصور کنید که 20% زنها به شوهر میمانند. اینا چیکار میکنند؟ امروز مردم غرب یعنی مردم اروپا خواستن که همین یعنی بسیار زنگی را پیش گیرند، لیکن این بی حیایی و فاحشگی و زنا را در مردم غرب تماشا کنید. یعنی این همه وقت به ضرر جمعیت حل می شود. بودن 2 زن یا 3 زن برای مرد گناهی نیست، لیکن برادرای عزیز، در دوام این آیت الله چی میگوید؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. پس اگر شما ای مردها قوت 2 زنگی ندارین، 3 زنگی را ندارین، 4 زنگی ندارین، با یک تش کفایت کنین. شما حقوق زنها را پایمال نکنین. اذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. پیغمبر میگه هر وقتایی که اگر مرد 2 زن داشته باشد لیکن در بین این 2 زن عدالت نکند، اگر اینها را خوب با اینها معامله نکند، اینها را از لباس تأمین نکند، از خوراک تأمین نکند، با اینها سخن خوب نگوید، این حالت در روز قیامت با یک طرف قاق شده از قبرش بیدار می شود. باید که البته حقوق زنها باید پایمال نشود. باید ما و شما با قدری اگر زن دویم هم که گیریم، من نمیدانم به قانونهای حاضرت چگونه باشد، لیکن اگر زن دویم هم که گرفتید شما اگر مادامی که ناپسندی کردید و همه مهر و همه گویم تصورات خودتان به زن دویم حواله کنین، زن یکم محروم کنین، این حالت شما گناهگار هستید. شما این حالت در گناهگار هستید. بعضی برادرها این روز خبرهاش می آیند زن دویم هم میگیرد، برای او خانه آماده نمیکنند، یک جا کوارتیرم برده میشینانش. زن دویم، زن سوم هم در کوارتیران شدگی است. اگر شما تصور کنید که وقتی همون زن دویم یا سومی که ما و شما میگیریم، اگر همون خواهر ما و شما باشد، صاحب 4-5 فرزند شود، وای در یک کوارتیر هم در یک خانه مرد یک آدم بیگانه زندگی دارد، اگر مبادای همین مرد از دنیا گذرد، این خواهر من باشد، این علکه دردی سری من می شود. وای خانه ندارد، باز من مجبور می شوم که برای زن این انسان چیکار کنم؟ خرج کنم یا تواضع کنم، یا یک جا رفته مثال انسانها را آورده کرایه. حضرت انس میگوید 10 سال من عضو خاندان محمد صلی الله علیه و سلم بودم. 10 سال خدمت این حبیب خدا را میکردم. دائم دعاش گوش میکردم، دعاش همین بود: اللهم آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا ما را در دنیا و در آخرت نیکی نصیب بگردان و از عذاب آخرت پروردگارا ما را نگه بدار. ما نیز با این دعای معلممان، با این دعای پیشوامان شریک میشویم و دعا میکنیم پروردگارا برای ما نیز یک گروه بندگان تو، یک گروه پیروان حبیب تو نیکویی نصیب بگردان، هم در دنیا و هم در آخرت. و خدایا از عذاب دوزخت این جمعیت ما، این قوم ما را نگه بدار. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم اهدنا، اللهم ارزقنا. پروردگارا گناهان ما بنده ها تا مغفرت بگردان. خدایا ما بنده های تو هستیم، ما را در رحمتت شامل بگردان. و خدایا ما را و اهل عیال ما را هدایت بفرما. خدایا برای ما رزق فراخ
از وجه حلال نصیب و روزی بگردان. اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. ای گرداننده دلها، ای تغییر دهنده دلها، دلهای ما را پروردگارا در دین خودت ثابت و مستحکم نگه بدار. اللهم انا نعوذ بك من فتنة النار و عذاب النار و من شر الغنا والفقر. خدای مهربان، ما را از عذاب دردناک نجات بده و سوی تو پناه طلب میکنیم و از اون مبلغ و دولت و سهولتی که ما را اگر متکبر بگرداند، ما را مغرور بگرداند، ما را از یاد تو دور بگرداند، خدایا از این مبلغ ما را محروم بگردان. و خدایا آن فقر که عاقبتش از یاد تو دور شدن باشد، عاقبتش ضلالت و کفر باشد، خدایا از این گونه فقر هم ما را نجات بده. خدایا دولت ما تاجیکان آباد بگردان. خدایا دولت ما را یکی از دولت‌های نمایان بگردان. اقتصاد شه، اسلام شه، فرهنگ شه، خدایا بلند بگردان. و سرور دولت ما را هم خدا عمر دراز و توفیق با رفیق و از همه گزندها و از همه آفتها خدایا در حفظ امانت نگه بداری. آمین و رب العالمین. جمعه گذشته ما و شما در اطراف سوال و جواب ها بودیم و امروز هم که باشد ما و شما یک چند سوال های بیشماری که الحال نزد من است و در خانه هستند میخواهم جواب های اینها را گردانم و به جواب این سوال ها خیلی با دقت باشین، زیرا اینکه اگر یک نفر ما را سوال کرده باشد این برای همه شما تعلقات دارد. از این سوال باید که همه ما و شما یک عبرت و یک درسی را برخوردار شویم. من دیگر صحبت از همین سوال جواب شروع میکنم زیرا وقتم خیلی نزدیک است. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، ما از ناحیه ایسار به زیارت شما و قوم شما آمدیم. از شما خواهش داریم که با ما یک دعای خیر دهید. با احترام مخلصان شما از ناحیه ایسار. خدای مهربان این مخلصان و این برادرانی که از راههای دور و نزدیک که از حصار و چه از دیگر مناطق این جمهوری و این مسجد الحال حضور دارند، خدای مهربان در هر قدمشان حسنات کتابت بفرمایی و خدایا صحت و سلامت به خاندانشان برسانی، با همه مرادهای نیک خدایا موفقشان بگردانی. آمین و رب العالمین. السلام علیکم بابای حاجی، آیا از نگاه اسلام درست است که برای پیشگیری مردهای نامحرم از زنهای خانواده درهای دروازه ها را بعد از طلوع آفتاب محکم کنیم مثل قاعده های شهری در وقت نبودن مردهای خانه؟ البته بهترین صورت همین است که این برادر سوال کردن که گویم امروز گرگهای درنده زیادن، چشمهای زیناکار زیادن، امروز جسمهای فساد، جسمهایی که گویم امروز جامعه را رسوا میکردگی شخصیت ها وجود دارند. آیا اجازت هست که ما دروازه ها ما بسته کنیم تا که از این آفت و از این شرمندگی در امین باشیم؟ البته اجازت است که هر یک مادر خواهری که شوهرش در خانه نباشد بهترین صورت شمین است که دروازه شا بند کند، یعنی برای پیشگیری کردن از این گونه آفت ها و از این گونه شرمندگی ها. اگر برای کدام شخصیت لازم باشد میبینیم آدم نزدیک، برادر، خویش قومیت، اگر یعنی لازم باشد در آمدن اونها این حالت در دروازه را میکشویم و الا اگر در بسته هم که کنیم این جای گناهش نیست، بسیار نیک می شود و هیچ کدام ما هم حق نداریم که گوییم چرا دروازه تو بنده، چرا دروازه تو کشاده نیست. این در حقوق نداریم ما.
هر کدام ما سردار در همون خانه خودمان هستیم و خانه دیگر کار ما و شما نباشد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد و آله و اصحابه اجمعین. بعده استاد مهربان، خداوند ایمان شما را کاملتر و علم شما را زیادتر گرداند. من یک نفر خواهر اسلامی شما، ختم کرده دانشگاه اسلامی به نام امام ترمذی شهر دوشنبه هستم. من سال 2004 به خواست پدر و مادرم با جوان به شوهر برآمدم. مادر یک پسر 2 هستم و 1 سال می شود که در خانه پدر و مادر خود زندگی دارم. حالا شوهرم جواب مرا دادگی نیست، اما من دیگر با او زندگی کردن نیستم. سوال من با شما چنین است: شخصی که عائله مسلمان را ویران سازد، گوید که تو زنت را سر ده، من خودم تو را زن می دهم و دیگر گپها، پاداش کار او چیست؟ حال آنکه لانه گنجشک را ویران سازند چقدر بی‌ضابطه می شود. شما تصور کنید استاد خانه آدمیزاد را ویران می کنند. فرزند من هیچگاه گرسنه و لوچ نمی ماند. خداوند رازق است و فرزند من همه چیز می رسد، تنها مهر پدر نمی رسد. شوهری که زن نکاحی خود را با زنا تهمت می کند، با گپهای اپش گوش کرده فرزند حلالی خود را حرامی می گوید و از فرزند خود روی می گرداند. خداوند با آن خیل شوهر چی مناسبتی دارد؟ استاد التماس کمی هم که باشد در این خیل آدم ها سخن گویید، آنها را نصیحت کنید. ممکن که یعنی من در بین زنهای مسلمه نشسته باشد و نصیحت های شما را شنیده خطاگی خود و دادرش را فهمد و حس مسلمانی در او بیدار گردد. و استاد شما در حق من دعا کنید، شاید که دعای شما و گوش پروردگار مهربان رسد و این چنین به فرزند من هم دعا دهید که مثل شما فرزند صالح با علم و تقوا و با ایمان به وایه رسد برحمتک یا ارحم الراحمین. یعنی این خواهر گویم یک مصیبت خیلی وزنینه که جدا شدن، خانه ویران شدن خیلی البته مصیبت وزنینی هست. چگونه که حبیب خدا صلی الله علیه و سلم میگوید، یعنی ابغض الحلال الی الله الطلاق. طلاق حلال است، لیکن بدترین حلال ها در نزد پروردگار این طلاق است. یعنی چگونه که ما برای همه شما چندین بار گذاشتیم که این نشانه جوانمردی، این نشانه غیرت، این نشانه ایمانداری شما نیست که شما زنهاتان طلاق دهید، شما زنهاتان از خانه پیش کنید. یعنی فرزندها و زنهای شما آواره و به گویم مهر پدر دور از نصیحت و از تربیه شما دور می شود. این فقط و فقط به ضرر اسلام و به ضرر این جامعه ما و شما هست. هیچگاه دادرای عزیز و برادرای مهربان به طلاق هیچ وقت نزدیک نشوید. و این شخصی که زن خدا تهمت میکند و میگوید فرزند تو حرامی است و تو مثال زناکار و دیگر هستی، حبیب خدا یک حدیثی دارد: اجتنبوا 7 الموبقات. شما از 7 چیزی که هلاک تان میکند، در دنیا و در آخرت شرمنده تان میکند، از این 7 چیز دور باشید. یکی از اونها چیز؟ حذف المحسنات المؤمنات الغافلات. یکی از اونها تهمت کردن زنی که وای بیچاره درک ندارد، نه به زنا نزدیک شده است، نه فرزندش از راه حرام است، فقط و فقط در تهمت گرفتار شده است. حبیب خدا گفت این تهمتگر از جمله این 7 نفری هست که در دنیا و در آخرت وای هلاک می شود. وای در پیشگاه پروردگارش برای این جنایتی صادر کردهش، برای این تهمتی کردگیش البته جواب می گوید. لیکن گویم آن اپایی که یا دادری که یعنی با این کار دست دادن، از زن جدا شدن
من برای تو زن میدهم، تو را صاحب زن میگردانم، یعنی اینها گویم اینم نشانه ایمانداری نیست، اینم نشانه مسلمانی نیست. مسلمان ها چگونه که من در جمعه گذشته برای شما کمی از مهربانی، کمی از اتفاقی مسلمان ها صحبت کردم، باور کنین این نشانه ایمانداری نیست. حبیب خدا میگوید لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. ایمان ندارد یکی از شما تا زمانی که آن چیزی را که برای خودش دوست می‌دارد برای برادر مسلمانش دوست ندارد. آیا همین اپایی که گوییم این دادر خدا خانه خراب کرد، خانه جدا کرد، آیا وی دوست می‌دارد که خواهر او را داماد اونها به این احوال اندازد؟ آیا دوست می‌دارد؟ البته دوست نمی‌دارد. مادامی که خانه ویرانی خواهر خودت را دوست نمی‌داری، باید خانه ویرانی دختر همسایه را برای خودت روا نبینی. این نشانه ایمانداری ما و شما است. این غمخواری است. باور کن این دشمنی است، این کینه است، این حسد است، این بدبختی است که ما و شما نسبت کلین و نسبت گویم دختر مردم و ما و شما گویم دختر همسایه است، دختر عمکمان است، دختر یگان برادر مسلمانمان است. این گونه گویم عملها را وقتی که ما و شما جاری میگردانیم، این نشانه بی ایمانی و ضعیف ایمانی ما و شما را نشان میدهد. بسیار نیک می شود که اگر همون اپه است، دادر است، وقتی اگر صحبت ما را شنود و حیات اینها را برقرار کند، و خدا قسم در نزد پروردگار اجر خیلی جزیل را، یعنی گویم بی نهایت یک اجر کلانی را برخوردار می شود. وقتی که با یک خانه را شما گویم که چیکار میکنین؟ باز پیوست میکنین. در اسلام دروغ گفتن حرام است، لیکن برای یک زندگی را برقرار کردن باور کنین حبیب خدا اجازت میده که دروغ گوید تا که زندگی یک زن و یک مرد یک جای شود. حال آنکه خداوند ویل برای کاذبان، ویل برای دروغگویان خوانده است. دروغگو را حبیب خدا منافق گفته است، لیکن در حالت برقرار کردن یک زندگی اسلام رخصت میدهد که شما دروغ استفاده برید. برای همین اگر این خواهر است، این اپه است، اگر این زندگی را برقرار کند، انشاءالله در نزد خدا ثواب خیلی کلان میگیرد. السلام علیکم داملای محترم. ما زنها یک سوال داریم. همه میگوید که زنها را با مسجد آمدن درست نیست، یعنی با نماز جمعه. با این سوال جواب گویید. اگر امکانیت باشد برای زنها یک جای معین کنید. التماس خواهش زنها هست. یعنی این مسئله در اداره مفتیات حل شدگی بود. گویم یک گروه عالم های تاجیکستان یک جایه شدند و فرمان صادر کردند که یکی از آن فرمان ها این آمدن زن به نماز جمعه ناجایز است، گفتند مکروه است. این در خانه پیشینش خواند. این یک گروه عالم های تاجیکستان فتوا دادگی هستند. از این خاطر یعنی ما گویم برای شما یگان جای آماده کردن ده شرایط هم نداریم و تا زمانی که باز این عالم ها اگر فتوای صادر نکنن برای آمدن زنها، باور کن از دست ما چیزی نمی آید. تا اگر همون عالم ها باز یک جایه نشده و باز زنها را دعوتی به جمعه نکنن، یعنی از دست من هیچ چیز نمی آید، هیچ چیز نمی آید. اگر چنده که امروز زنها احتیاج به شنیدن امر معروف دارند، احتیاج دارند. امروز اگر ما زنها را امر معروف کنیم، نهی منکر کنیم، انشاءالله باور کنیم خاندان تاجیک مثل یک گلدسته می شود. فرزندای ما و شما با زیادتر همین تاجیکستان را دوست می دارند. دخترای ما و شما دخترای با حیا می شود. اگر ما امکانیت داشته باشیم که زنها را نصیحت کنیم، زیرا که امر معروف فقط برای مرد نیست بلکه برای زنها هم هست. امر معروف باید زنها هم گوش کنند.
لیکن امروز که مبادایی که گویم یعنی فتوا که صادر شدگی هست، ما هم تابع مفتیات هستیم، ما هم اجرا کننده فرمان همون گروه عالم ها هستیم. از این خاطر در این بابت من چیز بهر شما گفته نمیتوانم، هیچ چیز گفته هم نمیتوانم. فقط اگر در کجایی که شما میتوانید که اگر یک جمعیتی اگر وجود داشته باشد، ما میتونیم که بین شما رفته چیزی از سخن خدا و پیغمبر در بین شما رسانیم. الحال همین قدر گویم امکانیتش نزد من هست، دیگر از این زیاد من امکانیتی ندارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحال مادرای که گویم که صحبت مرا انشاءالله میشنوند، از اونا الحال گویم خواهش من همین است که همون زن انصاری، همون زنی که از مدینه نزد حبیب خدا آمد و گفت ای حبیب خدا، مردها نماز جمعه می روند، مردها نماز جماعت می روند، مردها نماز گویم عید می روند، مردها عیادت بیمار می روند، این قدر ثواب های زیاد اونها صاحب می شوند. ما باشیم در خانه نشسته ایم، چیکار کنیم که برابر مردها ثواب می گیریم؟ حبیب خدا به جانب مردمی که در اطرافش نشسته بود گفت آیا این گونه سوالی که این زن داد از دیگر زن شنیده بودین یا نه؟ گفتن نه نشنیدیم. گفت ای زن، گفت برو به تمام زنهای مدینه برسان که آن ثوابی را که مردها در نماز جنازه و در نماز عید و در عیادت بیمار و نماز دیگر ثوابهایی را که چی در جهاد و مردها برخوردار میشوند، شما هم برخوردار میشوین زمانی که در شوهرهاتون خدمتگار باشین. یعنی شما اگر خدمت شوهرها را کنین، شوهرها از شما راضی باشند، شما ثواب جهاد هم میگیرین، ثواب جمعه را میگیرین، ثواب نماز جنازه را میگیرین، ثواب عیادت بیمار هم خداوند در نامه اعمال شما می نویسد. از این خاطر الحال که رخصت نیست، شما می توانید که با این عمل چند زنین انشاءالله برابر مردها ثواب میگیرین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت داملا بعضی زنها برای که شوهرشان از پدر و مادر، اکه و دادر و خواهرشان روی گرداند، پیش یگان ملا رفته شوهرش را جادوگری میکند. آیا این زن و همان ملا در روز قیامت چه جزا داده می شود؟ با احترام یکی از مخلصان اشهدی شما. این ملا نیست برادر عزیز، یعنی شما جادوگر گویید. یعنی وقتی زنها پیشی در ما و شما میگن ملاگیش کردن، نه ملاگی نه، بلکه شما گویید که جادوگریش کردن، سحرش کردن. ملاگی گفتن در شما غلط میکنید، نادرست میگویید. و پیش ملا هم نه، ملا هیچ وقت جادوگر نمی شود، آدم کافر جادوگر می شود. آدمی که از دین روی می گرداند، انسانی که گویم ایمان ندارد، در نزد پروردگار شرف و قدر ندارد، وی جادوگر است، وی فالبین است. حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به سمع شما می رسانم، باز گوش اندازین. این مسئله مهم است. اگرچه امروز در کولاب خدا را شکر که قریب کی نیست، لیکن در پایتخت خیلی زیاد است. فالبین ها و جادوگرها، مردم به آنها خیلی اعتقاد دارند و بسیار مراجعت میکنند. گوش میاندازیم که پیشوای ما معلم حبیب خدا به شما چی وظیفه میدهد، چی دستور میدهد. اگر این حکم حبیب خدا را شما ترک سازید یا اهمیت ندادین، شما در نزد پروردگارتان عاصی و گناهکار هستید. همون حدیثی که الحال خواندم، اجتنبوا سبع الموبقات، 7 طایفه که در دنیا و در آخرت هلاک شدن، شرمنده‌اند، در خجالتند. یکمش کسی است که شریکی در پروردگار میارد، دویمش جادوگر است. دویم نفرش جادوگر است، کسی که در دنیا
علم جادو را می آموزد یا علم جادو را با کسی تعلیم می دهد یا با طریق جادو گویم دلگرمی و دلخنکی و دیگر عملها را انجام می دهد. من اتی عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 لیله. این حدیث امام مسلم است. حبیب خدا میگوید کسی پیش یک فالبین می رود و آن چیزی که فالبین میگوید این کس میگوید که راست گفتی. همین کلمه راست گفتیش حبیب خدا گفت که 40 روزه عبادتت از نامه اعمالت خط زده شد. 40 روزه نماز، یک کلمه که گفتی راست گفتی، 40 روز نمازت محروم شدی. میدانی نمازت این برای تو در روز قیامت دستگیر است. تو دستگیری خودت، یاردمچی خودت کرک کردی، نابود کردی. من اتی عرافا او کاهنا فصدق بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و سلم. کسی که پیش یک جادوگر می رود، کسی پیش یک آدمی که غیب گپ میزند می رود، کسی پیش یک فالبین می رود و تصدیق میکند آن چیزی که وی میگوید، حبیب خدا گفت فقط کفر بما انزل علی محمد. شما به قرآنی که بر محمد نازل شده از کافر شدید. کسی که پیش فالبین یا پیش جادوگر می رود. ان عایشه، این حدیث متفق علیه است، سأل رسول الله صلی الله علیه و سلم اناس من الکهان. یک گروه مردم پیش حبیب خدا آمدن. عایشه میگوید، مادر مانزن رسول اکرم، دختر ابوبکر صدیق، میگوید من گوش داشتم نزد حبیب خدا بدم. گفتن که ای حبیب خدا در حق همین جادوگرها چی میگویی؟ از جادوگرها پرسیدن. لیسو بشیء. حبیب خدا گفت جادوگرها این چیزی نیستن. گفت این هیچ چیز نیستن. گفت اینا. فقالوا یا رسول الله، این مردم گفت ای حبیب خدا انهم یحدثون احیانا بشیء فیکون حقا. ای حبیب خدا گفت اونها را گوش انداز، بعضی وقتا چیزایی میگویند که حق است، بعضی چیزهایی را پیشکی میگویند که حقیقت دارد. رسول اکرم چی گفتند؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم تلك الكلمة من الحق يختفوها الجني فیقرها فی اذون ولیه. حبیب خدا گفت که آن کلمه حق را که این جادوگرها و فالبینها به سمع شما رسانیدند، این کلمه حق را آنها از آسمان دزدیدند، از بین ملائکه ها دزدیدند، آمدن در گوش همون ولی خود چون که جادوگر است در گوش او گفتند. فیخلطون معها 100 کذبتین. حضرت گفت بعد آنه که یک کلمه حقی را که این جنها از آسمان می دزدند و آورده در گوش همون سردار خود می گویند، این جادوگر 100 دروغ دیگر را با او آمیخته می کند و بین شما پیشنهاد می کند. در روایت بخاری است که عایشه روایت می کند، می گوید جنها نزد ابر می روند، تا نزدیکی ابر می روند، آن صداهایی که در آسمان، آن واقعه هایی که در آینده رخ می دهد جنها گوش می کنند و اونها را گرفته آورده در همین جادوگر و فالبین هایی که اونها یار شیدگی هستند در گوش اونها می رساند و اونها به شما می رسانند. شما می گوید حق می گوید. حبیب خدا گفت شما در داخل اون 100 دروغ دیگر وجود دارد، باور نکنید. گفتند هر کی سازد قول فالبین را قبول، در حقیقت کافر است و لا قبول. یا کنی تصدیق قول فالبین یا کنی دشنام رب العالمین، برابر است. بسیار گناهی وزنین است. دادرای عزیز هیچ وقت به اینها تکیه نکنید. اونا آدمای جینی هستند، اونا جین دارند.
اونها را باید که دعاخوانها دعا خوانند. اونا گویم باور که در این جامعه ما بی‌نهایت ضرر کلان میرسانند. کسی که پیش اونها میرود اون را هم صاحب جن میگردانند. یعنی کسل‌های دیوانه کسل و هر گونه کسل‌هایی که خیالی میشوند همش از حساب هم جادوگر و فالبین هاست که لشکرهای زیاد دارند. کسی با آنها مراجعت میکند اون هم الکی در چند جین او گرفتار میشود. هیچ وقت با آنها نزدیک نشوید. از آنها باور هم ندارید. از آنها هیچ فایده ای نیست. و همان زنهایی که میخواهند شوهرهاشان دوستشان دارند آخر از دست فالبین چی می آید؟ از دست جادوگر چی می آید؟ تو خدمت شوهر کن، شوهر از تو راضی می شود. و تو در دنیا به واسطه جادوگر مثال گویم دلی او را گرم میکنی، در قبر در آخرت در نزد پروردگار چی میگوی؟ حبیب خدا میگد ایما امراتین ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه. کدام زنی که از او شوهرش راضی باشد این زمان وی وارد جنت می شود. ای جادوگر و فالبین تو را جنت بردن نمیتواند کو. دزدانی که در بازارها پول دزدی میکنند خداوند با آنها چگونه عمل میکرده باشد؟ التماس جوابشان منتظرند. ای مال یک برادر تا دزدی کردن، گویم یک برادر مسلمان تا ضرر رسانیدن آیا چی فایده دارد؟ همون حدیثی که اتدرون من المفلس، حبیب خدا گفت ای صحابه ها میدانید مفلس کیست؟ قالوا المفلس فینا من لا درهم له ولا دینار له. مفلس گفت بله ای حبیب خدا کسی است که پول ندارد مال ندارد این مفلس میگویند. گفت نه، گفت این میگویند. گفت نه، گفت این المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بالصلاة والصیام والزکات. حبیب خدا گفت مفلس کسی است که در روز قیامت نماز دارد، روزه دارد، زکات دارد. خب لیکن وای راست میکنن همین نماز خانه و یأتی قد شتم هذا. یک کس می آید و پروردگار می گوید ای الله همین شخصی که نماز می خواند، زکات می داد، روزه می گرفت، همین آدم در دنیا مرا دشنام دادگی هست و اکل مال هذا. دیگرش می آید می گوید ای پروردگار انا همین شخص در دنیا پول مرا دزدیدگی بود. فیعطى هذا من حسناته و هذا من حسنات. اینجا چند گروه می آید. گروهی می آید که میگوید مرا در دنیا کشتگی است، گروهی می آید میگوید مرا در دنیا تهمت کردگی است و این گونه. الله در آخر چیکار میکند؟ از حسنات این آدمی نمازخوان و زکات دهنده حسنات چه میگیرد و در این انسانایی که در دنیا گویم جبر از دست این دیده بودن در دست اینها میدهد. وقتی که نیکی این آدم که تمام شد الله امر میکرد که وی دوزخ بره. این انسانی که در دنیا اگر گوییم مال دزدی میکند، یک برادرش تهمت میکند، یک آدم در ظلم میکند، یقین داند که در روز قیامت از حسناتش گرفته میشود و با این شخصانی که در دنیا آزار داده بود داده میشود. السلام علیکم داملای شیرین سخن. من از شما خواهش میکنم که با این سوال ما جواب دهید. میگویند که اگر دستت سیخ زند یا اینکه در انگشتت ریسک باشد در دستت پول می آید، اینها در اسلام هستند یا نه؟ و باز میگویند که اگر پایت سیخ زند در خانه‌ات مهمان می آید، اینها درست است یا نه؟ التماس با این سوال ما جواب دهید. ما یک گروه مخلصان شما اینا هستند در مردم ما و شما دست سیخ میزند یا پای سیخ میزند مهمان می آید یا که دیگر، یا در ناخن‌های ما و شما یک سفیدی پیدا می شود میگویند که این ریسک است. اینا خرافاتند. خرافات
شاید شما ندانید خرافات چیست. خرافات، معنای خرافات چیست؟ گپی بیهوده. گپی بیهوده را خرافات میگویند، یا عقیده یا مفهومی که بی اساس است، هیچ پایه علمی ندارد، این خرافات میگویند. در ما و شما خرافات خیلی زیاد است، خیلی خیلی زیاد است. حتی در روز جمعه مثال زنها را غسل نکنید، یا اینکه خفاوه نکنید، یا در چایهامان یک شمه میبینند مهمان است فلان فلان گفته، اینا همه خرافات هستند. اینا دا باور نکنید، همه این دروغ است. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. الله میگه من رزق میدهم، اگر همین ناخونت پوری سفیدی کی شود، اگر من رزقت ندهم این به این رزق پیدا نمی شود. این دروغ است. اینا معنا ندارد، اینا در هیچ وقت باور نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم اکای حاجی. خداوند زبان شما را باز هم شیرین تر و براتر بگرداند و دشمنی تو را کور بگرداند. از برادر شما یک سوال. من چند بی نماز را با واسطه دروغ گفتن، حال آنکه دروغگویی نقض نیست و پیامبر ما گفتند الکذب لامتی، یعنی دروغگو امتی من نیست. من چند بی نماز را با واسطه دروغ نماز خوان کردم. این کار کرده من درست است یا این حدیث پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم مرا در فکر ماند؟ التماس اکای حاجی جواب این سوال مرا خوب میشد که پره به ما میگفتید. خدا شما را نگه دارد. برادر عزیز، در اسلام دروغ گفتن حرام است. چگونه ای که چندین حدیث ها را ما در باب 5 صفت مؤمن برای شما گفته بودم که حتی حبیب خدا گفتند که از برای پیغمبر گفتند آیا مؤمن ترسانچک می شود؟ گفتند بله مؤمن ترسانچک می شود. گفتند آیا مؤمن گفتند دروغگوی می شود؟ حبیب خدا گفتند نه، گفتند مؤمن دروغگوی نمی شود. مقصد آدم مؤمن باید دروغ نگوید، لیکن در اسلام در 3 حالت دروغ اجازت میدهند. یکی در حالت حرب، حالتی که جنگ باشد، یعنی از دو طرف دشمن ها و این طرف مثال گوییم آدمانی که با این دشمن ها می جنگند، برای جای خود عوض کردن که پیش از آنه که دشمن تو را کشد تو دشمن را مثال به قتل رسانی، این حالت هم اگر فریب دهی این هم جایز است، دروغ جایز است. دوم اصلاح بین 2 نفر، چگونه که گفتیم یک عائله را برقرار کردن یا 2 برادری که با یکدیگر قهری هستند، اینا را ما میتونیم که با واسطه دروغ در پیش اینش اینش تعریف کنیم، در پیش اینش تعریف کنیم و هر دین ها را باز چکار کنیم؟ برادر همون اصلی گردانیم. سوم میتواند که مرد زنش را و زن شوهرش را دروغ گوید. این هم در اسلام اجازت دادن. مثل که برای راضی کردن دل زن ما میتوانیم گوییم که مثال زنک پروا نکن، همین یک مدت پس یک چند مبلغ در دست من می آید، برای تو گوشوار طلا و گردنبند طلا خریده می دهم، برای دل همون زن به دست گرفتن اگر دروغ گویم اجازت است. یا گویم زنک پروا نکن، سال آینده من تو را حج روان میکنم، این دم اجازت است. ببین تا که در بین زن و شوهر الفت و مهربانی باقی ماند، وای با یک دل امیدی که یعنی همین شوهر با من مهر دارد، یعنی با من محبت دارد، در نیتی گویم که یعنی زیبا کردن و آبادی من این شوهر است گفتنده، یعنی اسلام اجازت میدهد. از این خاطر همین برادری که با دروغ نماز خوان شود باور که این خیلی وزنین است. امروز الحمدلله که وای مثال ببیند توده جوانها را نماز خواندن، این قدر احادیث ها، این قدر آیت های قرآن، نسوی پروردگار توبه میکنی،
که خداوند اگر گناه باشد گناه تو را بخشیده گرداند و این برادری که نمازخوان شده است یعنی خوش به حالش که البته از دست شما هدایت یافته است. در همین سه حالت اجازت میدهند که اگر ما و شما دروغ گوییم. بابای داملا السلام علیکم، عوض کردن دندان پوسیده با تیلا برای مردان درست است یا نه؟ اگر نه برای چی عوض باید کرد؟ بر چی عوض باید کرد؟ یعنی امروز گویم که فتواشم صادر شده است، فتواهای اکای داملا محمدی هست، در فتوای محمودی هم بسیار یک بیان خوب کردند که اگر ضرورت باشد ما و شما دندانها را تیلا هم کنیم باکی نداره. این اگر دندانهای پوسیده داشته باشیم، خب دندانهایی که ما و شما را آزار میدهد اگر اونها را تیلا هم که کنیم ضرری نداره از روی ضرورت، لیکن از روی زیبایی و زینت در اسلام حرام است، هیچ وقت اجازت نمیدهد. لیکن اگر شما گویم که تیلا را هم یک طرف گذارین و از صدف یا از دیگر نمودهایی که الحال برآمده است، سنگهایی که یعنی بسیار قیمتش از تیلا هم بالا است، قیمتش فرفور میگوین یا که فاسفور میگوین چیزی میگوین، اگر از اونها هم که کنیم با اینش بهتر. لیکن اگر با اون شرایط ما نرسید تیلا هم که کنیم رخصت است، اجازت است. دوم سوال، خوردن گوشت جیره، قشقلداق، روغن خیرس و بسیار به مانند اینها به نیت طبابت درست است یا نه؟ برادر عزیز میگه یک شخص از حبیب خدا را پرسان کرد که حبیب خدا همین عرق در جسم آدم فایده دارد؟ در جسم گفت گویم که یک شکل طبابتی را دارد. حبیب خدا به جانب این مرچی گفت انه لیس بدواء ولکنه داء. این حدیث مسلم است. حضرت گفتن نه، گفتن عرق، گفتن این دوایی نیست بلکه گفتن سر به سر درد است. گفتن انسان وقتی عرق می نوشد گفت هیچ فایده در جسم او نمی شود بلکه سر به سر بدن او را درمند می کند، جسم او را ضعیف می گرداند، اعضاهای او را گویم باز بیمارتر می گرداند. این شفا ندارد. ان الله انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. حبیب خدا گفتن پروردگار هم درد داده است و هم دوا داده است، هم درد دارد هم دوا دارد و از برای هر یک درد دوای هم پروردگار روان کرده است. و حبیب خدا گفتن شما دوایی کنید لیکن فقط به چیزی حلال دوایی کنید، از حرام ها دور باشید. حضرت ابن مسعود چی میگوید؟ ان الله لم یجعل شفاءکم فی حرم علیکم. در آن چیزی که الله و حرام گفته است در او شفا گذاشتگی نیست. شما به چیزی حرام هیچ وقت طبابت نکنید. این است در باب گویم که با چیزی حرام طبابت کردن. در حالت چیزی حرام در فقه از آن جمله حنفی هم رخصت میدهند که اگر تمام حلال کرده ها را استفاده میبریم، تمام معالجه های دکتر را استفاده میبریم، میبینیم که هیچ فایده نمیشود، بعدا یگان طبیب حاذق، طبیب دانایی که اگر ما و شما را دلالتی با چیزی حرام کند، این حالت در اسلام برای ما رخصت میدهد که یک کم برای طبابت استفاده میبریم. اگر وقتی که تمام حلال کرده ها را ما و شما استفاده بریم. در برابر گویم همین میگن روغن خیرس گرم است، گوشت گوسفند هم گرم است، عسل هم گرم است، گوشت مرغ هم گرم است، بسیار چیزایی هستند که اینا هم میجازشان گرم است. شما میتونید با این حلال کرده ها، زیرا که وقتی که شما عرق نوشی را پیشنهاد کین یا یگان چیزی حرامه که خوردن گرفتین، این علاقه شما را عادت میکناند، شما علاقه عادتی میشوید.
من گفتم مکتوب ها را خیلی کم نویسید، بسیار دراز می نویسند، تمام ترجمه شو می نویسند بعدش. بسم الله الرحمن الرحیم. ز بسم الله بگشادم در راز، ثنای ذاتی بیچون کردم آغاز. السلام علیکم داملای شیرین سخن، ببخشید یگان میده وقتتان را گرفته، از شما یک دو جواب انیق را گرفتنی. من یک زنی گناهگارم داملای شیرین سخن، کسیته های شما را قریب که همه اشان را گوش کردم و باز من بسیارتر کتاب های درة الواعظین و قصص الانبیا را میخوانم. باز من این قدر گناه بسیار میکنم. داملای مهربان، شما درباره پدر و مادر و شوهر را چخیل باید حرمت کردن بسیار سخن گفتید. من باشم از خدا می ترسم که من شوهرم را نزد دیده یکدیگر را گرفتیم و پدر و مادرم را از برای این شوهر شده آنقدر حرمتم نمی کردم. من را حاضر که عذاب و در میان ما که یکدیگر فهمی نیست عذاب می دهد. من باشم سرسختی را گرفته در زبانم اقلا یک مراتبه نمی آید که از آنها بخشش پرسم. از پدر و مادرش ده برای خاطر شوهرش ده، شوهر احترام میکند، یکدیگر را نقض دیدن خب و با پدر و مادر ملال شدن. حتی میگوید که زبانم نمیگردد که از پدر و مادرم بخشش طلب کنم، ولی شوهرم را چهلی که گوید حرمت میکنم، اما او باشد از من ناراضگی همه وقت بیان میکند و این مخلص شما هست، اما با گفته هایتان نمی کند. با سخنهای قبیح دلم را سخت‌تر گردانیده است که من نماز 5 وقته را با غم و اندوه و گپ‌های ناراحت او خوانده فراموشم می آید. این باشد باز یک گناهی من است. وی باشد دختربازی کرده مرا پس میزند. من باشم دو چشم بینا، دو گوشی شنوا، شکرانه همه رساگی را دارایم و یک پسر هم دارم. وقتی که او بسیار از حد گپ‌های هرخیله میگوید ممکن گپش را میگردانم. چی جای دروغ؟ او مرا مجبور میکند که گپ گردانم. داملای شیرین بیان، از شما خواهش دارم دعای شما در نزد یزدان پاک قبول میگردد. در حق من دعای خیر کنید و من صبر جمیل دهد از شر شیطان ظالم، از بدیهای نفس اماره خدا مرا نگاه دارد. خب التجا دارم باز یک بار دیگر به من مصلحت دهید که من چخیل حرمت شوهرم را کنم. از خدا می ترسم که در قطار روسیاهان نباشم. من آنقدر دختری با صبر نبودم. از وقتی که کسیته ها را کشاده گوش کردم خیلی هم با صبر شدم. در آخر با شما گفتنی هستم که خداوند صف شما را زیاد بگرداند. یعنی البته حرمت شوهر برای هر یک زن فرض است، لیکن حرمت پدر و مادرم از همه ضرور است. این معنای را ندارد که خواهرای عزیز شما احترام شوهر را کنین و پدر و مادر از شما ملال باشند. اون چگونه زبان است که برای بخشش طلب کردن نزد پدر و مادر خودت کشاده نمی شود. این چگونه احترام شوهر است و این چگونه مخلص ما هست که زمانی که گوییم دختر بازی میکنه. این مخلص ما هم نیست. مخلص ما شخصی است که پیروی آیات های قرآن و پیروی احادیث های رسول اکرم است. این ما مخلص هم نمیگوییم. این مخلص ما هم نیست. ما گویم از مخلصی این گونه شخصا را خط میزنیم. این مخلص ما نیست. مخلص ما کسی است که آن چیزی که ما پیشنهاد میکنیم با وی عمل کننده باشد. حبیب خدا میگوید ان رجلا قال، یک مرد پیش پیغمبر خدا آمد و گفت ما حق الوالدین علی ولدهما، حق پدر و مادر بالای فرزند چند قدر است؟ اندازش معین که ای حبیب خدا. قال هما جنتک و نارک. این حدیث ابن ماجه است. گفت ای مرد، گفت همین قدردان که پدر و مادر دوزخ و بهشت توست. همین قدر بدان. گفت حقشان این قدر بلند است که جنت هم وابسته به پدر و مادرت است، دوزخ هم وابسته به پدر و مادرت است.
اگر پدر و مادر از تو راضی باشد تو وارد جنت میشوی، اگر پدر و مادر از تو ناخشنود باشد هیچ وقت تو گفت وارد جنت نمیشوی. برای همین این خواهر عزیز باید که از پدر و مادر گویم بخشش طلب کند و خدمت پدر و مادر انجام دهد تا که این بهشتی که الله برای وعده دارد با نصیب شود. اینجا حدیث های زیاد در این باب وجود دارد. حتی جوانی آمد گفت ای رسول اکرم میخواهم که جهاد کنم، بزیدی و مقابل دشمنای خدا چی میگوی؟ گفت احی ابواک، پدر مادر زنده است؟ گفت بله پدر مادرم زنده است. ففیه مفجاهی، حبیبی خدا گفت رو خدمت هم پدر مادر کن، اینم جهاد در راه پروردگار است. بین حکم جهاد بینین و قدر پدر مادر نظر کنین. برای همین هر یک جوانی که امروز اگر ملال باشین، پدر مادر از شما ناراضی باشد، شما اینجا آمده جمعه خوانین، شما اگر عالمی اگر گوییم آسمانی که شوین، در نزد خدا شما هیچ قدر و منزلت ندارید تا زمانی که اگر پدر مادرتون راضی نمیگردانید. سلام داملای عزیز حاجی میرزا، ما یک گروه بچه ها از شهر دوشنبه، ما در بازار سخاوت سودا میکنیم. الان این بچه ها در همینجا اشتراک داشتند، این سوالا بر ما دادن که تعجیلا جواب گردانید. ما را میگویند که این خیل نماز نخوانیم، دست ها زیر ناف نگیریم. ما چه خیل نماز خوانیم که مذهب امام اعظم تنقید میکنند؟ در حق ما بچه ها دعا کنین. خدای مهربان شما را عمر دراز و در هر قدم هاتون خدای مهربان حسنات نصیب بگرداند. این سوال در اینجا چند تا هست؟ 3-4 سوال است فقط در همین باب که یک گروه جوان ها ما را میگویند که زیر ناف دست هاتون نگیرید و اونها به حضرت امام ابو حنیفه هر سخنهای قبیح میگویند. برادرای عزیز، من عصبانی نمیشوم، من گویم که باید از روی تعصب به شما جواب نمیگردانم، لیکن این قدر میگویم که المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان است، لا یظلموه ولا یحقروه. مسلمان باید برادرش تحقیر نکند، مسلمان باید برادرش در دروغ نگوید، مسلمان باید مسلمان در یک دشمن تسلیم نکند، مسلمان باید نسبت یک برادر حسد نداشته باشد، مسلمان باید نسبت یک برادرش کینه نداشته باشد. راستی بار من چی گویم به آن شخصانی که چگونه زبان کشاده می شود و حضرت امام ابو حنیفه را ما و شما تنقید میکنیم؟ باور کنین آیا همین کدام شما را خوش می آید که نسبت حضرت امام ابو حنیفه که امروز اکثر دنیا پیرو مذهب امام ابو حنیفه هستند، چگونه همین زبان کشاده می شود ما و شما حضرت امام ابو حنیفه را تنقید میکنیم؟ آیا حقوق داریم؟ همینده نداریم حقوق، هیچگاه حقوق نداریم. باور که همون جوانایی که برادر عزیز ابو حنیفه را تنقید میکنند همونها خودشان گمراه هستند، خودشان به عقل هستند، خودشان باور کنین اونها سلفی نیستند، اونها گمراه هستند. نگذارین برادرای عزیز، نگذارین که اونها در پیش شما این امامی که دنیا و اعتراف میکند میشناسد اونها تنقید کنند. شما اگر گوش اندازین در گوش کردنش گناهکار میشین، به خدا قسم. گوش کردنش ده وقتی یک آدمی عادی را گوییم، یک برادری که تماما سواد ندارد، خط ندارد، وقتی شما غیبت میکنید گناهکار میشوید. پس یک امامی که گوییم مجتهد است، اینقدر گوییم کتابها و مسئله ها را برای ما و شما کتابت کردن، چگونه در غیبت او ما و شما گناهکار نمیشیم؟ محترم اکای حاجی میرزا، یک نفر مخلص شما از ناحیه کلخازآباد، زبیدالله، اینم الحال آمده است، سوالای تعجیلی به دست جوابشان میگردانیم. احترامانه از شما خواهش میکنم با این سوالی من جواب گردید. یک شخص یک پیاله عرق نوشید و از هوش بیگانه نشده باشد، نماز خواندن او درست است یا نه؟
برادر عزیز، میتونیم ما سوره مؤمنون تلاوت کنیم. قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون. الله میگوید همان مؤمن نجات یافتی اگر در نمازش خاشع باشد، در نمازش شکست دل باشد، در نمازش حضور دل داشته باشد. وقتی تو حرام کرده پروردگار را میخوری، باز بالای جای نماز میبرایی، آیا در کجاست همون حضور دل؟ در کجاست همان خدا ترسی؟ کجاست؟ آخر آدم نماز میخواند که از خدا میترسد. ما 5 صفت مؤمنه از سوره انفال برای شما تعلیل کردیم. یکمش چی بود؟ انما المؤمنون الذين اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. هر وقتایی که یاد پروردگار در پیش اونها کرده شود، دلهای اونها ترسان باشد. از الله باید ترسان باشد. کجاست همون ترسی تو؟ کجاست همون نشانه مؤمنی تو؟ البته این نماز مثل همون حجی که آدم از پول حرام می رود حج میکند، حجش قبول، لیکن از ثواب حج محروم است و هیچ ثوابی نمیگیرد. اگرچه این نماز فقهای ما و شما اگر درستم که گویند، لیکن هیچ ثوابی ندارد. زیرا طلب الحلال فریضه علی کل مسلم است. حلال طلب کردنش وظیفه همه مسلمان چی است؟ فرض است که ما و شما از وجه حلال و لقمه حلال خوریم. در این جسمی که حرام کرده پروردگار را راه دادیم، حضرت ابوبکر صدیق چی گفت؟ گفت که از حبیب خدا حدیث را شنیدم، کل جسد نبت من الحرام فالنار اولا به. هر جسدی که در او حرام کرده پروردگار در آمد، این جسد روز قیامت عذاب خواهد کشید. برای همین از عذاب پروردگار دور باش. این گونه نماز هم نیست باور کنید. گفتی شاعر نماز کسری صدق و صفا نیست اگر در کعبه بگذاری روا نیست. اگر نماز از ترس خدا نباشد، نمازی که برای رضاگی خدا نباشد، این نماز اگر در کعبه که بخوانی نمازت نماز نمی شود. حرام خورده سه نماز خوانده سه، زنا کرده سه نماز خوانده سه، دزدی کرده سه نماز خوانده سه. این آخه مسخره کردن در اسلام می شود. دوم، یک شخص ناز کشید و طهارت نکردن نماز خواندن او درست است یا نه؟ همین نازکش کی تعریف کرده است؟ کجاست همه آدمی که همین ناز تعریف میکنه؟ حبیب خدا میگه کفا بالمرء اثما ان یضع من یقود. از روی گناه برای همون نازکش میگوید بسنده است که حق کودکاش در نازخری استفاده برد. اگر همون پولی که در نازکشی و سیگارت کشی اگر ما صرفش کردیم، این حق کودکا است. ما در روی گناه همینش میگد برای شما بسنده است. اگر ناز کشیدی طهارت کن، سیگارت هم کشیدی طهارت کن. این از روی تقوا هست، این از روی پرهیز است. زیرا حبیب خدا گفتن کسی پیاز میخورد، کسی سیر میخورد، کسی ترب میخورد، کسی پودینه میخورد، با مسجد ما نیاید. زیرا بدن او بوی میکند، ملائکه ها از وجود او میگریزند. وقتی ناس آیا بوی ندارد؟ همین ناس کو همین نزد یک دهن نازکش، یک دهنش تماشا کنیم، باور که دهان نازکش با دهان آدم مانند نیست. مانند نیست. نه دندان حلال است، نه گوشت حلال دارد. یک بار گفته بودیم، بعضی آدم ها گفتن بسیار خوش آمد به مردم، لیکن باز میگویم که آفرین به همون زنی که در پهلوی نازکش خواب است. آفرین، باور کنید. انا مولانا میگه باید همون زن اگر فوکش بند خواب کنه درست است. میگه درست است. خب سوم، جوانان و یک قسم آدمان حاضره با لباس آستین کلته و سریلیج نماز میخوانند. این درست است یا نه؟ با احترام مهمان شما زبیدالله، این برادر ما علاکه در اینجا مهمان بوده است. خدای مهربان در هر قدمش حسنات بنویسد. سریلوچ و آستین کلته در مذهب حضرت امام ابو حنیفه گویم کراهیت میگویند و خواندن سریلوچ و آستین کلته را.
لیکن اگر ضرورت باشد باکی ندارد. اگر ضرورت باشد اما و حصر رأسی که عباره مختصر است که این هم در اداره مفتیات همون یک گروه عالم ها یک جایه شدن و درباره سر لیچ و آستین کلته هم همونجا فتوا برآورده بودند که این از مذهب امام ابو حنیفه نیست. برای همین و حصر رأسی میگوید، یعنی سر لج نماز خواندن مکروه میگوید الا تذللا، مگر که از روی ضرورت. یعنی شخصی است که اداره نشین است، کارگر است، میآید سر لیج یا آستین کلته نماز میخواند، اون ما حق نداریم که با اونها مثال سیاست کنیم و اونها را از سر لیج و آستین کلته منع کنیم وقتی که ضرورت باشد. برای همین یک مراجعت دیگر دارم، این است که اگر امروز جوانایی که به مسجد میآیند خوب میشود که اولا همون یک عرقچینی که هست همون در جیبه هاتون جا کنین. از این قدر ملامت و از این قدر گپی مثال بلند شنیدن و از این قدر کشاکشی که در اطراف همین مسئله هست، بهترین صورت شمینه در همون جیباتون جا کنین. همین مسجد که در آمدی بالای سرت بکشش نماز خواندن بگیر. دیگر نه پهلوگیر ملامتت میکند، نه کسی به طرف تو نظر میکند، نه کسی گویم ملا امام دیگر مثال گویم که مورد بحث و محاکمه قرار میدهد. بسیار خوب میشود جوانای عزیز، اون قدر کاری وزنی نیست، اون قدر مشکلات هم ندارد. من یک عرقچین بالای سرت میمانده، برآمدی از سرت بگیر رفتن بگیر باز. خب و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اینجا خیلی باز سوالهای مهم و ضروری باقی مانده بود. انشاءالله اگر میبینیم جمعه آینده اگر شود سوال جواب نشود، از همه اینجا برادرای مهمان آمدگی بودند، از ما بسیار خواهش کردند که در باب صبر در مصیبت و صبر از معصیت صحبت کنید که بسیار برای ما مهم است. گفته صبر در مصیبت و صبر از معصیت، این هم خیلی موضوع خوبی هست، موضوع لازمه هست. اگر خدا خواهد کوشش میکنیم که تا جمعه دیگر اگر تیار شویم این موضوع را پیشنهاد میکنیم، این موضوع را صحبت میکنیم. و الا اگر تیار نشدیم سوالای زیاد است، انشاءالله باز سوال جواب میکنیم. در مسئله سرلیچ و آستین کلته فقط پدرای عزیز و بعض برادرها سختگیری سخت نکنید، بسیار سختگیری بد نکنید. اگر میبینیم بعض جوانها هستن آمدن به مسجد، انشاءالله همون مسجد سرلیچ آمد، همون مسجد که در آمد همونجا ملا امام دارد، موعظه دارد، آهسته آهسته این جوان صاحب تاقی هم میکند، صاحب آستین دراز هم میکند. فقط سراسیمه نشوید، فقط درو ما و شما گویم جنجال و بحث و مناظره و دیگر از مسجد بیرون شو و این چی کار است گفته و دیگر یعنی همون قباحت و همین سخنهای بد و درشت استفاده نبرید. اول شکر گویم که همین جوان مسجد می آید، خیلی شکرانه کردن در کار، شکرانه کردن در کار که امروز این جوانها در پهلوی همون شخصایی که دزدند، عرق نوشند، در قدی را بیکار و بی نماز نشستگان در قطار اونها نیستند، بلکه آمده در مسجد اشتراک میکنند، این صحبت ما را گوش میاندازند و این صحبت گویم در دل و جان اونها تاثیر میبخشد و این شخص میشود در خانه تو یاردمچی، در خانه تو را و مادرش احترام میکند، با عائلش زندگی خوب میکند، آهسته آهسته همش میشود. فقط ما و شما سراسیمه